سلام، به کانال طب و فارماسی خوش آمدید. من دکتر شفیق نوری با یک ویدیو معلوماتی طبی دیگر در خدمت شما. دوستانی که درد مفاصل دارید، با این ترکیب الکل و پیاز می توانید دردهای مفاصل خود را درمان نمایید. دوستان عزیز، یک عدد پیاز تازه را گرفته از بین قاش کنید و نیم آن را تکه تکه یا ریزه ریزه کرده در یک مرتبان شیشه‌ای بیاندازید. بعد از آن بالای آن الکل 75% را علاوه نمایید. الکل را به اندازه می‌اندازیم که سطح الکل بالاتر از پارچه های پیاز قرار بگیرد. دوباره سر مرتبان را بسته کرده و به یک جای خنک به مدت 1 هفته میگذاریمش. بعد از 1 هفته ترکیب پیاز و الکل ما آماده استفاده می باشد و امروز یک پنبه گرفته محلات یا مفصلایی که درد داره آن را چرب کرده و به زودترین فرصت از دردهای مفاصل راهی پیدا میکنه. دوستان عزیز، تا معلومات و ویدیوهای طبی دیگر ما، بدرود.